بینندگان ارجمند رادیو آزادی، امروز جمعه 13 سپتامبر است و ما با همکارانم در تاجیکستان و شهر پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا با موضوعات اساسی این برنامه شناس شوید. در روسیه یک سیاستمدار تاجیکستانی را که برنده انتخابات شهری پوشکین شد وادار کردند از کرسی دپوتاتی دست کشد. دامادهای جوان در تاجیکستان برای فرار از خدمت در ارتش عروسانشان را تنها گذاشته به مهاجرت می روند. بعد زنگیری 44 روز ایستادم. اگر ابلاوا نمیشد تا زمستان می ایستادم. بحث نادره در تاجیکستان، والدان برای طلب پول در مکتب به دادستان مراجعت کردند. مدیر مکتب به دادگاه شکایت برد. در اینجا دقیقاً گفته شده است که من گپای دغل‌آمیز زدم و تهدید کردم، اما یگان دلیل نیست. در روسیه یک شهروند تاجیک تبار را که در انتخابات وکیلان مجلس شهر پوشکین ولایت مسکو برنده شده است بعد 4 روز پیروزیش ظاهراً مجبور کردند که از مقام وکیلیش دست کشد. بهرامجان حسنوف در تاجیکستان بزرگ شده شهروند روسیه است. او هفته گذشته در انتخابات محلی حوزه پوشکین وکیل مجلس شهری انتخاب شد و نامزد حزب روسیه واحد حزب رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود. معلوم نیست که چرا بهرامجان حسنوف از مقامش دست کشید، ولی در مجلس وکیلان گفتند که او به سبب بیماری عریضه داده است. در این نشست مجلس شهری که ساکت و آرام می‌گذرد، رئیس از حاضران می‌پرسد که آیا طرفدار آن هستند که وکالت‌های بهرامجان حسنوف قطع کرده شوند و اکثریت دست می‌بردارند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران زیادی روز گفتند که کار خوبی شد که او را از مجلس شهری پوشکین راندند، یا که در میان گفته است که اکنون باید عین کار را با آنها کنند که در مغازه‌های روسیه کار می‌کنند. خود بهرامجان حسنوف که به نوشته رسانه‌های روسی به ارتش روسیه در اوکراین کمک بسیار فرستاده است، سبب دست کشیدنش از کرسی وکیلی را شرح نداد. در روسیه بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس، مهاجرستیزی و به خصوص بدرفتاری با مهاجران تاجیک زیاد شده است. در تاجیکستان که موسم دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح ادامه دارد، مهاجرت دامادهای جوان به روسیه اوج گرفته است. بعضی‌ها حتی ماه عسل با زوجه جوان را نگذرانیده برای کار به روسیه می روند تا آنها را به ارتش نبرند. قسمت دیگر برای آن می روند که قرض را که برای ازدواج گرفتند برگردانند. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت میدیا را شهلا خواجه تقدیم می کند. گزارش با صدای یک داماد نو آغاز می یابد. مثل من آمدند در روسیه 3 سال و 5 سال کار کردند. رفتند تاجیکستان، زن گرفتند. 1 ماه ایستادند و برگشتند. آمدند. فرمان دعوت تیرماهی به ارتش تاجیکستان 27 اوگوست امضا شد. برخی جوانهایی که بعد ختم دعوت بهاری به وطن برگشته بودند تازه ازدواج کردند، ولی با دعوت تیرماهی دوباره به روسیه می روند. 18 ایون تاجیکستان رفتم. 23 ایون ازدواج کردم. بعد زنگیری 44 روز ایستادم. از 23 ایون تا 5 اوگوست 44 روز می شود. اگر ابلاوا نمیشد تا زمستان می ایستادم. تا آخر دکبر تا ینور می ایستادم. هرچند دعوت ماه‌های اکتبر نوامبر صورت می‌گیرد، نامنویسی جوانان از ماه اوگوست شروع می‌شود. کمیسی‌های دعوت به خدمت حربی در شهر و نویه‌ها بعد امضای فرمان کار را شروع می‌کنند. هر سال در دهه‌های ماه همین خیل می‌شود. در ماه اوگوست دیر 15 اوگوست پشت در را می‌گیرند. یا اینکه خدمت یا نامت را ثبت می‌کنند. من چند سال نبودم، جزئیاتش را نمی‌دانم. بچه‌های دهه میگن که همین خیل میکنند. امبودسمن گفت سال 2023 در ارتش تاجیکستان 40 سرباز جان داده است. یکم این مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز، حالت‌های خودکشی یا به مرگ رسانیدن سربازان در وقت امن، یعنی اون جنگ نیست، حالت جنگی نیست و دیگر. دوم این شرایطی بودباشی نه آنقدر خوب، چونکه وقتی که سرباز برمیگردد و نقل میکند، بسیاری سربازا وقتی که برمیگردن مثلا میگویند که من خدمت کردم، من به همه خانواده‌ام، دوست و رفیقانم، همسیفا، همکوسام، همسایه‌ها میگویم که نروند خدمت.
این عامل‌ها باعث شدند که مهاجران جوان تنها در موسم غیر دعوت به وطن آیند. بعضی جوانمردان همگی 1.5 تا 2 ماه نزد خانواده خود می‌ایستند. ابله یا دعوت به خدمت حربی آنها را مجبور می‌کند که پیش از تمام شدن مبلغ دوباره به مهاجرت روند. رئیس 300 کس زیادتر بود. 70% زیادتر جوانان بودند. باقی مانده زنک و کودک. زیاده از 5 کس را می‌دانم که تابستان رفتند و ازدواج کردند آمدند. بعضا وقت میگن که ما همون غلامی که در روسیه هست، مهاجرتی که قریب که به غلامی برابر شده است، همون انتخاب میکنیم به جای آنکه در وطن ما خدمت کنیم، چون دیگر علاج ما نیست. 12 ماه یا 24 ماه ما باید که عائله ما مبلغ گذاری کنیم، دستگیری کنیم. وزارت عدلیه گفت سال گذشته در تاجیکستان 76,000 عائله نو تشکیل شده است، ولی معلوم نیست شمار دامادهای مهاجر مهنتی چند است. در دوشنبه بحث یک ساکن پایتخت با مدیر مکتب تا به دادگاه رفته است. والدین 2 نورس که در لیسه رقم 5 درس میخوانند به دادستانی شکایت بردند که از آنها برای تحصیل بچه‌هایشان غیر قانونی پول میگیرند. در مقابل مدیر مکتب پدر کودکان را با اتهام تهدید به او و زیان رسانیدن به سلامتی روانیش به دادگاه کشیده است. جزئیات بحث و کشمکش دادگاهی دو طرف در گزارش شهلا عبدالله. معلومات در آن نیست، نه سند است، نه. این حقوقشناس میگوید بعد ناراضگی‌اش از طلب مبلغ در یکی از تعلیمگاه‌های شهر دوشنبه که فرزندانش آنجا تحصیل می‌کردند به دادگاه کشیده شده است. گویا من گپ‌های قبیح زده باشم در حق رهبر مؤسسه و گویا دغلانه رفتار کرده باشم و تا حتی تهدید کرده باشم. اما یگان اثبات برای این دلیل نمیدونم. در اینجا دقیقاً گفته شده است که من گپ‌های دغلانه زدم و تهدید کردم، اما یگان دلیل نیست. بحث با رهبریت لیسه رقم 5 بعد آن شروع شد که او برای طلب پرداخت پول درس‌های اختیاری علاوگی که فرزندانش در آن اشتراک نکردند به دادستانی شهر دوشنبه شکایت برد. میگوید رهبریت لیسه حق نداشت پول طلب کند، زیرا میان آنها قرارداد امضا نشده است. در جواب مقامات پروکراتوره تصدیق کردند که واقعا وجه‌هایی که من آوردم، دلیل‌هایی که من آوردم تصدیق خود را یافتند و با شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی به اندیشه من پیشنهاد ارسال نمودند که دیرکتور مکتب نرزیه با جوابگری قطعی انتظامی کشیده شود. بیبی صفیه نرزیه و مدیر لیسه نخواست در این باره صحبت کند. وکیل دفاع او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت قضیه را بعد خاتمه بحث دادگاهی میتواند شرح دهد. در شکایت نرزیه و به دادگاه اسماعیل سامانی آمده است به مقامات دخلدار درباره من رفته عرض شکایت‌های بی‌اساس کرده، من را در حالت ناخوش و به سلامتیم ضرری کلان رسانده است. یک مسئول لیسه گفت خانواده امینوف‌ها برای نپرداختن مبلغ باید از پیش عریضه می‌نوشتند که فرزندان آنها در درس‌ها اشتراک نمی‌کنند. در حالت پدر مادر میتونه اشتراک نکنه که ای سرشوی هم درسو مقصد عریضه قطعی فرزند من مقصد نمیخواد که درس لاگی را خونه در همین صورت میتونه که پدر مادر چکنه ای درسو آزاد شود. در وزارت معارف گفتند اشتراک در درس‌های علاوگی پولکی اختیاری است. در ماده 58 قانون جمهوری اسلامی درباره معارف چنین آمده است که در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی با خواهش پدر و مادر تعلیم پولکی در اساس شرطنامه که مبلغ آن به صورت حساب بانکی مؤسسه وارد می‌گردد تشکیل کرده می‌شود. بحث جمع‌آوری مبلغ در مکتب‌های تاجیکستان همه‌ساله با آغاز شدن سال نو تحصیل داغ می‌شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم 1 سپتامبر در پیام سالانه‌اش به مناسبت آغاز سال نو تحصیل تنقید کرد که در مکتب‌ها تا حال با هر بهانه از خوانندگان پول جمع می‌کنند. یک ساکن ولایت سوخت شکایت دارد که تقریباً 10 سال باز در شرایط سخت در خانه قدیمه و نیمه ویران زندگی می‌کند. این زن میگوید مراجعت‌های به تکراری او به مقامات پنجکند مشکلش را حل نکرد. منصبداران در نامه‌های رسمی گفتند که امکانی ساختمان منزل زیستش را ندارند.
یک صاحبکاری محلی دستی کمک دراز کرد ولی اون هم ناکافی بود. فرزان محمدی گزارش میداد. من دیوار هم کپیدگی من کندم ندارد. این دیوار کونه خودم بود. من هایلو زیای دیوار آب. این زنی سال خورده از آمدن فصل سرما در هراس است. زیرا وی منزلی گرم و بی‌خوف برای زیست را ندارد. این کلبه‌اش را سال 2018 یک صاحبکاری محلی با سفارش رئیس ولایت سوخت ساخته است. اما به قول رحمت و با گذشت وقت اندک خانه‌اش دیگر باره در حالت صدمه‌ای قرار گرفت. حالا او ترس دارد که به داخل این منزل نو بنیادش درآید. زیرا احتمال ناگهان دیوارهای خانه‌اش به بالایش می‌افتند. رجب احمدزاده سفارش داد کریم رحمان قل به. کریم رحمان قل 2018 نهم ایول دهم ایون می اومد. قشت پشت آور ریخ من همه خانه یک ماه بعد ساخت. منه ویاش خالتیده رفت. انه دیدی؟ اینا خالتیده رفت. من این با نام خواندگم زمستان که باشتن همینجا نام اینجا برو. او میگوید این حوله از شوهرش باقی مانده است. آنها نیت داشتند که خانه‌های کهنه را تخریب کرده به جایش منزل نو بسازند. با این مقصد همراه چند سال مبلغ جمع کردند. ولی مرگ شوهر سبب شده است که پولها را به مراسم عزاداری و دیگر خراجات خانواده صرف کنند. مردم حاضر دو کس. مردم ندارم. پسرم ندارم. مثالی گفت یک تا این اپراسته شد با بندیس خورم دو تا اپراسته شد. شرایطم وزن من کوچه کار میکنم. مکتب میروم. 1300 سوم هم می. استماع رحمت و همچنین برای جراحت چشمش معیوب گروه دوم است و 200 سامانی نفقه ماهانه میگیرد. اینچنین در رویخط کمبزاعت ها نیز هست. بارها کوشش کرده است که معاش ماهانه‌اش را جمع کرده خودش منزلش را بنیاد کند. اما موفق نشده است. جای زیست این خانواده در یک خیابان مرکزی شهر پنجکنت است. 6 سال بازم من همین حکومت به حکومت دعوی دادم. دوشنبه رفتم دستگاه اجرایی گفته شما رو بید من رئیس شهر میگم تلفن کردم گفتم اجرا نشه. در جواب رسمی حکومت شهر پنجکنت به مراجعت استماع رحمت و ماه سپتامبر سال گذشته نوشته شده است که در سمیت خراجاتی سال 2023 برای تعمیر منزل استقامتی شهروندان مبلغ جدا کرده نشده است. حکومت شهر پنجکنت در یک جایگی با کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی و صاحبکاران منزل را تعمیر می نماید. اما با گذشت یک سال از این تصمیم هیچ اجرایش به نظر نمی رسد. فعلا هر عائله کمبزاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 8 نشان دهنده برای حسابها یا اطراف 600 سامانی کمک می گیرد. قرار است مبلغ سال 2025 از 700 سامانی بیشتر گردد. با وجود زیادشوی یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار، کارشناسان حجم کمک‌ها را ناچیز می‌دانند. در پاسخ به این موضوع، مقامات می‌گویند بودجه کشور همین ظرفیت کمک به عائله‌های نادار را دارد و بس. من همینجا به آبادی می‌کنیم. ولی به قول خانم رحمت و با این مبلغ هیچگاه منزل زیست بنیاد کردن نمی‌تواند و مجبور است توسط رسانه‌ها از مردم امداد بجوید. ضمناً به عنوان رادیو آزادی مراجعت کنندگان با چنین مسئله زیادند و این یک نمونه از مشکلات صدها عائله کمبزاعت در تاجیکستان است. و یک خبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگبار به زایران شیعه مذهب در افغانستان را به دوش گرفت. در حمله دیروزه 12 سپتامبر 14 نماینده اقلیت هزاره کشته شد. هادی رحیمی زاده سابق عضو شورای ولایت دایکنډی که حادثه آنجا رخ داد گفت که به گروه زایران مسلحان ناشناس تیر انداختند. منبع‌های دیگری محلی گفتند که حملگران سوار موتورسیکل بودند. بینندگان ارجمند، برنامه ما در همینجا با آخر میرسد. تشکر که با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر رو همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهدار.